أحلى وغاياتي بها عليا، حياتي بالقيم أحلى وغاياتي بها عليا، وكل سعادتي أني بمسؤولية أحيا، حياتي بالقيم أحلى. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. صدق الله العظیم. خدمت همه عزیزان و بزرگواران، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. همه شما عزیزان و بزرگواران را در برنامه آداب اسلامی خوش آمدید میگویم. بحث ما پیرامون ادب به همراه رسول صلی الله علیه و سلم. چگونه ادب داشته باشیم در مقابل رسول صلی الله علیه و سلم، یا آداب به همراه رسول صلی الله علیه و سلم چگونه هست؟ ادب در مقابل رسول صلی الله علیه و سلم یا ادب به همراه رسول صلی الله علیه و سلم شاید در ذهن تو خواهر و تو برادر چنین سوال خلق بشه که رسول صلی الله علیه و سلم از دنیا رفتن، ما که رسول صلی الله علیه و سلم را نمیبینیم که با اونها چگونه ادب داشته باشیم و چگونه با اونها تعامل داشته باشیم. این چگونه بحث است؟ ادب با رسول صلی الله علیه و سلم. آیه‌ای که تلاوت شد، الله سبحانه و تعالی می‌فرماید: یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که شما ایمان آورده اید، ای اهل ایمان. تو خواهر مسلمان، تو برادر مسلمان را الله سبحانه و تعالی مخاطب میکنه: یا ایها الذین آمنو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. شما متوجه باشید که صدایتان بالاتر نره از صدای پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. با او چنان صدای خود را بلند نکنید که مثلی که شما با همدیگر حرف میزنید صدای خود را بالای صدای همدیگر پایین و بالا میکنید. متوجه باشید که اگر صدای شما بالا رفت، ان تحبط اعمالکم و انتم لا تشعرون. شما متوجه باشید که اعمال شما حبطه میشه. متوجه باشید و انتم لا تشعرون. آیا شما این احساس را دارید که در مقابل و در مجلس رسول صلی الله علیه و سلم اگر ادب رعایت نشه چی عواقبی خواهد داشت؟ این آیه مبارکه را مفسرین میفرمایند که این آیه ارتباط میگیره در حیات رسول صلی الله علیه و سلم و بعد از حیات رسول صلی الله علیه و سلم. چگونه بعد از حیات رسول صلی الله علیه و سلم؟ در حیات رسول صلی الله علیه و سلم واضح است. اصحاب رسول صلی الله علیه و سلم نشسته بودند در کنارشان، در مجلسشان، در مسجدشان. اما الان چگونه؟ امروزه اگر رسول صلی الله علیه و سلم در بین ما نیستن، اقوال رسول صلی الله علیه و سلم بین ما هست.
اگر رسول صلی الله علیه و سلم در بین ما حیات ندارن و نیستن، وقتی مسجد رسول صلی الله علیه و سلم مسجد النبوی برای ما میسر میشه و میریم مسجدشان هست. وقتی به مقابل مرقد رسول صلی الله علیه و سلم برابر میشیم و ایشان سلام میکنیم، سلام کردن با رسول صلی الله علیه و سلم هست. پس به اینه که علما و بزرگان پیرامون ادب با رسول صلی الله علیه و سلم برای ما ارشادات فرمودن و ما را متوجه ساختن که با رسول صلی الله علیه و سلم چگونه ادب داشته باشیم. اولین ادب با رسول صلی الله علیه و سلم به اینه که خود ادب با رسول صلی الله علیه و سلم به سه نوع تقسیم میشه. ادب قلبی هست، ادب قولی هست و ادب عملی هست. ادب قولی، اول ادب قلبی که ما در قلب خود باید با رسول صلی الله علیه و سلم ادب داشته باشیم. اولین ادب چگونه و چیست؟ ایمان به رسول صلی الله علیه و سلم، تصدیق رسول صلی الله علیه و سلم، الایمان به و تصدیقه و حبه. ایمان به رسول صلی الله علیه و سلم، تصدیق رسول صلی الله علیه و سلم، محبت به رسول صلی الله علیه و سلم، تعظیم رسول صلی الله علیه و سلم و توقیره، بزرگداشت از رسول صلی الله علیه و سلم. اینها هم مسائل است که به قلب ارتباط میگیره، مع الاعتقاد و تفضیله على كل احد من الخلق. این از روی اعتقاد باشه، از روی باور باشه، از روی اخلاص باشه. این مسائل تعلق میگیره به ادب قلبی. رسول صلی الله علیه و سلم میفرمایند لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیه من والده و ولده و الناس اجمعین. ایمان نداره آن شخصی که مرا از پدر خود، از فرزند خود، از همه مردم مرا بیشتر دوست نداشته باشه. ایمان کامل نداره، یعنی مرا باید از همه بیشتر دوست داشته باشه. محبت رسول صلی الله علیه و سلم. پس این ادب قلبی بود که بیان شد. ادب عملی یا ادب قولی اینه که رسول صلی الله علیه و سلم، الله سبحانه وتعالى میفرماید یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله ورسوله واتقوا الله ان الله سمیع علیم. کسانی که ایمان آورده اید، الله سبحانه و تعالی اشاره میکنه و ما را متوجه میسازه، لا تقدموا بین یدی الله و رسوله. این آیه مبارکه ای کسانی که ایمان آورده اید، فرا روی خدا و رسولش پیشدستی نکنید. وقتی سخن خدا و سخن پیامبر را میشنوید، شما دیگه حرف پایین و بالا نداشته باشید. فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و رسوله. الله سبحانه و تعالی در این آیه ما را متوجه میسازه به این که ادب قولی با رسول صلی الله علیه و سلم، وقتی که به ما حدیث رسول صلی الله علیه و سلم پیش میشه، حدیث صحیح، وظیفه ما چیست؟ چی باید کرد؟ یک انسان با ادب که ادبش با رسول صلی الله علیه و سلم درست باشه و او را بگیم انسان مؤدب است، اینه که وقت حدیث صحیح رسول صلی الله علیه و سلم را میشنوه بگه سمعنا و اطعنا، شنیدم و اطاعت کردم، بدون چون و چرا باید قول رسول صلی الله علیه و سلم را بپذیره. اگر قیل و قال آورد، این انسان نمی شود گفت انسان با ادب است، نمی شود گفت که ادبش با رسول صلی الله علیه و سلم درست شده. به اینه که امام مالک رحمه الله در لحظات اخیر عمر مبارک
سر مبارک گذاشته بود، اشاره میکنن امام مالک رحمه الله که مرا بنشانید. امام مالک را می نشانن. سبحان الله. ببینید بزرگان دین چگونه ادب با رسول صلی الله علیه و سلم و با اقوال رسول صلی الله علیه و سلم داشتن. امام مالک وقتی که نشستن حدیثی از رسول صلی الله علیه و سلم را بیان کردن و باز گفتن سرم را بگذارید. نمیخواستم که سرم گذاشته باشه حدیث رسول الله را بر زبان بیاورم. الله اکبر، الله اکبر. گوش کن ای کسی که تو طالب حدیث هستی، ای کسی که تو مدرس حدیث هستی، ای کسی که تو تدریس حدیث را داری، حدیث را درس میدی، حدیث را درس میخوانی، گوش کن سخن امام مالک را. میگه نمیخواهم سرم گذاشته باشه و حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم را به زبان بیاورم. پس به مقابل سخن رسول الله صدای خود را بلند نکن. وقتی کسی برای تو گفت قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، جا در جا تسلیم شو. حدیث صحیح را وقتی شنیدی، پس به اینه که ادب با رسول صلی الله علیه و سلم، ادب قولی اینه که سخن رسول الله را وقتی شنیدید به جان و دل بپذیر. از جمله آداب قولی اینه که الله سبحانه و تعالی میفرماید ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یعنی کثرت درود بر نبی کریم صلی الله علیه و سلم. این از جمله ادب قولی هست. ادب عملی اینه که الله سبحانه و تعالی میفرماید قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. ادب عملی اینه که نماز تو چنان نمازی باشه که رسول الله میفرمایند صلوا کما رأیتمونی، نماز بخوانید مثل که من نماز خواندم، مثل که مرا میبینید که چگونه نماز خواندم. خذوا عنی مناسککم، حج چنان حج کنید که من حج کردم. یعنی عباداتی که رسول صلی الله علیه و سلم انجام دادن، وقتی ما امروز نماز میخوانیم، روزه میگیریم، حج میریم، زکات میدیم، همه این عبادات ما باید متابعت از رسول صلی الله علیه و سلم. این میشه ادب با رسول صلی الله علیه و سلم. رسول الله صلی الله علیه و سلم در تمام عرصه ها، در سخنانشان چی قولی هست، چی فعلی هست، چی تقریری هست، ارشادات رسول صلی الله علیه و سلم در تمام عرصه رسول صلی الله علیه و سلم برای ما اسوه هستند. لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه. پس به اینه که این آداب قلبی، آداب قولی و آداب عملی را باید رعایت کرد، می شود ادب با رسول صلی الله علیه و سلم. بعد از نزول این آیه مبارکه، وقتی که نازل شد یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، سبحان الله، ادب صحابه را متوجه شوید. ثابت ابن قیس در خانه خود می نشینه و شروع میکنه به گریه کردن. پرسان میکنن چرا گریه میکنید؟ میگه صوت من چنان بلند بود در مجلس رسول صلی الله علیه و سلم، من اهل نار شدم، من بدبخت شدم، اعمال من حبطه شده، من اهل نار شدم. سبحان الله. وقتی خبر به رسول صلی الله علیه و سلم میرسه، میگوین ای ثابت ابن قیس، برای ثابت ابن قیس برسانید که او اهل نار نیست، بل هو من اهل الجنه، این اهل جنت هست. این آیه به خاطر این که صحابه با ادب بشن. قبل از نزول این آیه اگر کسی بلندتر صحبت میکرد جرمی نداشت، مشکلی نداشت. بعد از نزول این آیه مبارکه انسانها را متوجه میسازه. صحابه اینقدر با رسول صلی الله علیه و سلم ادب داشتن. از جمله ادب به رسول صلی الله علیه و سلم محبت به نبی کریم صلی الله علیه و سلم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره.
الله اکبر. محبت رسول صلی الله علیه و سلم باید از همه محبت ها. قل بگو ان کان آباؤکم، اگر پدران شما، اگر خانواده های شما، اگر این تجارت شما، اگر این ازواج شما، اگر این پسران شما، دختران شما، اگر بالاخره همه این زندگی شما، اگر این تجارتی که شما از کسادش میترسید، احب الیکم من الله و رسوله، از خدا و پیامبر و جهاد در راه الله سبحانه و تعالی، اگر محبت آنها مقدم از محبت خدا و رسول بود، فتربصوا حتی یأتی الله بامره، عذاب الهی میآیه. پس محبت رسول صلی الله علیه و سلم از جمله ادب با رسول صلی الله علیه و سلم و محبت رسول الله صلی الله علیه و سلم متابعت رسول صلی الله علیه و سلم هست. تنها به زبان نمی شود من محمد و رسول الله را دوست دارم، جان خود را فدا می کنم، اما نعوذ بالله عمل به قول و ارشاداتشان نداشته باشم. این محبت نیست. محبت به رسول صلی الله علیه و سلم متابعت از رسول صلی الله علیه و سلم هست. همچنین از جمله ادب با رسول صلی الله علیه و سلم این که نام مبارک را وقتی میشنوید بدون صلی الله علیه و سلم نگذارید. وقتی می نویسید بدون صلی الله علیه و سلم ننویسید. بعضی به نوشتن صاد میگذارن، صحیح نیست. بنویس صلی الله علیه و سلم، بخوان صلی الله علیه و سلم، بگو صلی الله علیه و سلم. درود به نبی کریم صلی الله علیه و سلم به اینه که الله سبحانه و تعالی برای تو 10 درود میفرسته. پس از جمله ادب به رسول صلی الله علیه و سلم اینه که نام مبارک را وقتی میشنوید بگو صلی الله علیه و سلم. از جمله ادب با رسول الله احترام به اصحاب رسول صلی الله علیه و سلم، احترام به اهل بیت رسول صلی الله علیه و سلم. از جمله ادب با رسول صلی الله علیه و سلم. رسول الله را دوست داری، اصحاب رسول الله را دوست داشته باش، اهل بیت رسول صلی الله علیه و سلم را دوست داشته باش. اگر کسی گفت من رسول الله را دوست دارم صلی الله علیه و سلم، اگر گفت من دوست دارم و صحابه را گفت دوست ندارم، این محبتی نیست که ارزش داشته باشه. اگر کسی گفت که من محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم را دوست دارم، اهل بیت رسول الله را دوست ندارم، ارزش نداره. از جمله ادب با رسول صلی الله علیه و سلم محبت به اصحاب رسول الله و اهل بیت رسول صلی الله علیه و سلم، محبت به علمای ربانی که وارثین انبیا و خصوصا وارث نبی کریم صلی الله علیه و سلم هستند. الله سبحانه و تعالی بر همه ما توفیق بده که این آداب را رعایت نموده تا اینکه محبوب خدا و رسول خدا شویم. تا برنامه بعد که پیرامون باز هم آداب اسلامی که ادب با قرآن چگونه هست در خدمت قرار خواهیم گرفت ان شاء الله باذن الله. تا برنامه بعد همه شما عزیزان و بزرگواران را به خداوند کریم و رحیم می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. بالقيام أحلى وغاياتي بها عليا، حياتي بالقيام أحلى وغاياتي بها عليا، وكل سعادتي أني بمسؤولية أحيا، حياتي بالقيام أحلى.